درود. من ناهید هستم، مربی یوگا وینیاسا و اینجا هستم برای آموزش وضعیت چاتورانگا در یوگا یا آسانای چاتورانگا. برای این آسانا باید به چند تا نکته توجه کنید که توضیحشون رو بهتون میدم. این آسانای خیلی مفیدی هست برای تقویت مچ دست، عضلات کور و کتف و شانه. دست ها به اندازه عرض شانه بازه، کف دست ها کاملا به زمین چسبیده، دست ها مستقر و محکم روی زمین، شانه بالای مچ قرار میگیره. چشم آرنج ها باید به سمت رو به رو باشه، نمیخوایم دست هامون به پهلو باز بشه، میخوایم دست هامون کماکان در طول تمرین کنار بدنمون باقی بمونه. توی وضعیت پلانک قرار میگیری، شکم و باسن کاملا منقبضه، رانها اکتیوه و به هم فشارشون میدی. از اینجا بدنت رو شیفت میدی به سمت جلو و میای پایین تا نیمه. این وضعیت چاتورانگا هست و برای خروج میتونی زانوهاتو بذاری روی زمین و از وضعیت خارج بشی. وضعیت چالشی و کمی سختیه ولی میتونید با تمرین و تکرار درش مهارت پیدا بکنید. امیدوارم که سلامت باشید.